10 نفر همشیره‌های شفقت بیمارخانه و مرکز سلامتی ناحیه شبنم در آزمون همشیره بهترین از روی شرط‌های سلامنامه، هنر کاتبونگی، هنر فرهنگی، ملکه کسبی همشیرگی، سوال‌ها عاید بیماری‌ها و یاری فوری دستورالعمل‌ها اشتراک نموده هنر و استعداد خود را نشان دادند. نگاره شریپова که همشیره شعبه قید و قبول و یاری فوری میباشد با ذوق و خواهش بلند روی صحنه هنرنمایی نموده تماشاگران و اعضای حکمان را باور کنند که در حقیقت او مهارت خوب دارد. برابر او دیگر اشتراکچیان نیز کوشش می‌نمودند که تا در قطار بهترین‌ها جایگیر باشند. تماشابینان و اعضای حکمان شاهد هنرنمایی بهترین استعدادهای همشیره‌های جوان گردیدند. مهارت اشتراکچیان واقعا شایسته تحسین و آفرینند، زیرا هر یکی آنها روی صحنه خوب هنرنمایی نمودند. مقصد از تشکیل و برگزاری این آزمون بلند برداشتن سطح معرفت‌آموزی جوان‌دختران، زیبایی پرستی، نمایش سیمای ظاهری در صحنه، درک هنر و ملکه کسبی و کاتبونگی میباشد. هیئت داوران از حساب متخصصان ورزیده ساحه تندرستی، معارف، فرهنگ، جوانان ورزش و سیاری انتخاب گشته. همینطور از روی بهاگذاری جای یکم نگاره شریپова همشیره شعبه قید و قبول و یاری فوری، جای دوم مقصوده ترسونова و جای سوم مسلمه دولتova از مرکز سلامتی ناحیه صاحب گشتند. مقصد گذراندن آزمون این است که با جلب جوانان و انعکاس هنر و ملکه، دانش و مهارت کسبی و هنر کاتبونگی می باشد. با نقشه گرفته شده است که تا 18 آگوست روز جشنگیری عید کسبی طبیبان باز دیگر نمودی از روی نقشه تأسیس داده شده بازی‌های ورزشی، فوتبال، شاهمات گذرانده می شود و باعث قید است که در هفته گذشته ما آزمون طبیب جوان بهترین را دایر گرداندیم و در نقشه آینده هم هست که باز دیگر آزمون‌هایی که طبق چاره‌بینی نقشه چاره‌بینی است عملی کنیم. در آخر چاره‌بینی غالبان و دیگر اشتراکچیان با توفیق‌های خاطره‌ای مقامات اجرایی حکومت دولتی، مرکز سلامتی و بیمارخانه مرکزی ناحیه قدردانی کرده شدند.